سلام و سپاس که با آزادی آنلاین هستید. برنامه را با ویدیوی آغاز میکنیم که سراج الدین حکیموف ساکن ناحیه حصار از ساختمان باغ نو از مسکو فرستاده است. وی در صحبت با ما گفت که یک سال باز در پایتخت روسیه کار میکند و از کار زیاد خسته شده و میخواهد که به نزد عائله‌اش برگردد. ولی چرا این کار را کردن نمیتواند؟ از خود او میفهمیم. اینمی همه کاربر اینمی درون اینمی پارکا مردم غریبی مسافری تاجیک کرده ایسان. مردم تاجیک اینمی کاربر کرده ایسان. اینمی پارکا رو نگاه. همه گازون همه کاربر اینمی نه زندگی همی وطن ما وطن بهترین اینه که چیکار کنیم که میریم اونجا هم خیلی کار هست نه که کردیم هم خیلی کار هم نه که فقط نمیتیم فریبت میکنن این همی چند تا پاسرد نیکه این همی یک کاره همه همی پارکی خیلی عبود شد این همی گروپ های گریشون چند شبانه روزش با کار کردیم دیگه سمه نخطی جا بچه ها با کار میکنن. ویدیوی دومی برنامه را هم از روسیه گرفتیم و از لحظه کاری یک مهاجر تاجیک. مؤلف میگوید با وجود آنکه باران میبارد و هوا سرد است، مهاجران برای از دست ندادن کار و پیش نآمدن مشکل وظیفه‌شان را اجرا میکنند، هرچند گاهی بر ضرر آنها و سلامتیشان انجام میشود. این احوال مردم تاجیک. یک تاش تاجیکه، یک تاش ازبکستان. 25-27 هزار اولیگ میگیرن، 5 هزار هر ماه پاتین میسپرن، 5 هزار 6 هزار پیتانی پولی مینن و هر 3 ماه در اکسترا سفر دلیت مینن. این اینجا روزی خدا کار مینن. اینا دایتگی بارون این اینجا بارون بردیسته بارون بردیسته اینو کار کردیسته. اینا مردم احوال اینا. ولی با وجود سختی هایی که مؤلفان دو ویدیوی اول به ما نقل کردند، بعضی از مهاجران میگن خانواده و زادگاه خود را فراموش نکردند. یک گروه از مهاجران تاجیک از دهه کلفی بالای ناحیه یاوان با ارسال ویدیو گفتند که راه دههشان را نه مقامات بلکه آنها با پول خودشان منفرش کردند. شما هم فرستادن ویدیو را فراموش نکنید از لحظه های خوشی و یا از مشکل خود و اطرافیان. و حالا میپردازیم به شرح خوانندگان. ادعای یک عائله در شهر اسفره که میگن مأمور میلیسا در داخل صنف پسرشان را به اساس زده است، با موج واکنش ها روبرو شد. نادان گفته است که مأمور میلیسا حق ندارد وارد صنف شود. سیف الدین هم در وبسایت رادیو آزادی نوشت که راستی در ناحیه های کوهستان دخالت بیجای مأموران میلیسا به ساحه معارف خیلی زیاد است. کار به جای رسیده که میلیساها کنسپکت معلم را تفتیش میکنند و شاید یک سببی از مکتب رفتن معلمان صاحب احترام نیز همین باشد. خواننده با نام لیو گفته است که پس مردم چگونه به میلیساها باور کنند؟ بی‌عدالتی روز به روز بیشتر می شود. آموزگار این احتمال را صرف نظر نکرده است که شاید خواننده چنین رفتاری بد کرده و چنین جواب گرفته باشد. این بحث هنوز در سامانه رادیو آزادی و صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی هست و شما نیز امکان دارید با آن همراه شوید. همچنین می توانید نظر خود را درباره کاری سعید ناصح طالبوف، یک تاجر تاجیک در اکوادور نویسید که گل‌های پرورده‌اش در 30 کشور دنیا به فروش می رفتند. و در صحبت با رادیو آزادی گفت که فضا و شرایط اکوادور در مقایسه با تاجیکستان برای تجارت بسیار مناسب است. مکس الندر هم در اینستاگرام نوشته است اگر این تاجر در وطن می بود کایها کارش را می گرفتند و خودش را حبس می کردند. اشورالی پرسیده است که یگان امکانیت کار و زیست باشد تیار هستیم که در گلخانه های این برادر کار کنیم. عادل در وبسایت آزادی نوشت به کشورهای دیگر نیز بروید، جهان بینیتان وسیع و وضع مالیتان خوبتر می شود. قربان کسی هستم که از غریبی نمی ترسد. تنها با روسیه محدود نشوید و کشورهای دیگر را نیز فتح کنید. ستار گفته است از این جمله بسیار خوشم آمد که میگوید دوری از وطن سخت میگذرد. به وطن نیست غریبی که کند یاد وطن، پس شما نیز همیشه با وطن هستید.
با این شرح‌ها و با امید خوشی روزگار شما برنامه آزادی آنلاین را به پایان میبریم. نوشتن و شرح و فرستادن ویدیوها را فراموش نکنید به رقم‌هایی که میبینید. ایمو و تلگرام و واتساپ و وایبر داریم. تا برنامه آینده.